مرکز برد همکاران توقف بیماری توبرکولوز با اشتراک وزیر صحت عامه دولت جمهوری اسلامی افغانستان و سفیر کشور ایتالیا در ولایت راد رسما افتتاح شد. سید محمد امین فاطمی وزیر صحت کشور میگوید در حال حاضر بیش از 40,000 زن و مرد مصاب به بیماری توبرکولوز یا سل در کشور زندگی می‌کنند. وی میگوید نسبت به چند سال گذشته 65% شیوع بیماری توبرکولوز در افغانستان کاهش یافته است. بنا به اظهارات وی همکنون بیش از 1100 مرکز تشخیصی توبرکولوز در سرتاسر کشور ایجاد شده است که بیش از 21,000 کارمند صحی که آموزش‌های لازم توبرکولوز را دیدند در آن مراکز فعالیت می‌کنند. در اثر تطبیق استراتژی‌های مؤثر و عملی فعلا مرگ و میر از این مرض که سابق دارم 75,000 واقعه 23,000 افغان گرامی ما از این مرض جانهای عزیز خود از دست میدادند. فعلا تعداد واقعات شیوع و بروز هر دو بسیار پایین آمده و در حدود 7,847 سالانه است و مرگ و میر یعنی این مرگ و میر است. بنا به اظهارات وی در حال حاضر برای بیماران توبرکولوز در افغانستان به مدت 9 ماه ادویه و مواد غذایی به صورت رایگان توزیع می شود. وی افزود پس از سقوط حکومت طالبان سالانه بیش از 75,000 مبتلا به بیماری توبرکولوز در کشور ثبت می‌شد که 23,000 تن آنها هر سال جان خود را از دست می‌دادند. وی میگوید بر اساس استراتژی سازمان ملل تا سال 2050 بیماری توبرکولوز در کشور ریشه‌کن خواهد شد. در این حال وزیر صحت عامه افغانستان فقر اقتصادی را یکی از عوامل عمده در افزایش بیماران سل در کشور عنوان می‌کند. وی میگوید قرار است در آینده نزدیک بیش از 10,000 قریه در کشور تحت پوشش از بین بردن بیماری سل قرار گیرد. احمد فواد احمدی، تلویزیون آریانا، هرات.